برادرم و خواهر عزیزم، آیا می خواهی که در یک مدت کوتاه با یک عمل کوچکت از اهل جنت بشوی؟ برادرم و خواهر عزیزم، باور بکن اگر موحد باشی، اگر فرضها را بجا بیاوری و یک عمل کوچک اضافی را انجام دادی، دان که در این دنیا و آخرت خوشنود خواهی شد. این عمل کوچک چیست؟ این عملی که مردم به این عمل شاید اهمیت هم ندهند چیست؟ این خدمت به پدر و مادر، خدمت به پدر و مادر، احترام به پدر و مادر، احترام به پدر و مادر، احترام به پدر و مادر. برادرم و خواهر عزیزم، آیا تو از جمله کسانی هستی که پدر و مادرت در قید حیات هستند؟ اگر ها، پس بدان که تو از خوشبخت‌ترین انسان ها هستی. تو می توانی که به واسطه پدرت و مادرت از اهل جنت باشی. الله رب العزت و الجلال چقدر احترام پدر و مادر را زیبا در قرآن عظیم و شأن به من و شما ذکر کرده است. و صاحبهما فی الدنیا معروفا و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا ان اشکر لی ولوالدیک. به من و پدر و مادرت شکرگزار باش. سبحان الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند: رغم انف امرئ ادرک والدیه فلم یغفر له. مشام مرد خاکالود باد که پدرش و مادرش را در قید حیات دریافت کرد اما گناهش بخشیده نشد. یعنی به پدر و مادرش معامله خوب نکرد. رغم انف امرئ ادرک والدیه فلم يدخل الجنه. خاکالود باد مشام مردی که یا انسانی که پدر و مادر را در قید حیات دریافت کرد اما از اهل جنت نشد. خواهرم و برادرم، میخواهی از اهل جنت باشی؟ به مادرت نیکویی بکن، به پدرت نیکویی بکن. پدر و مادر راه مستقیم به سوی جنت بعد از توحید می باشد. مرد به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول الله، من میخواهم با همراهی تو جهاد بکنم. رسول الله به این مرد گفت: الک ام؟ هل لک ام؟ آیا تو مادر داری؟ صحابه جواب دادند: نعم یا رسول الله. بله ای رسول الله، من مادر دارم. رسول الله گفتند: جاهد فیها. با مادرت جهاد کن، با مادرت خدمت بکن. این اجر خیلی هم زیاد دارد. برادرانم و خواهران عزیزم، این فرصت را از دست ندهید. مثل بسیاری از انسان ها که بعد از رفتن پدر و مادر خود پشیمان هستند، شما مثل اونا نباشید. شما شخصانی باشید که پیش از وفات پدر و مادرتان رضاگی اونها را و به سبب پدر و مادرتان رضاگی الله را نیز به دست بیاورید. اگر در نزد پدر و مادر نباشید، خصوصا طالب علمان، دانشجویان، ما که اکثری حالمان، اکثر زندگیمان دور از پدر و مادر است، لااقل همیشه در حق پدر و مادر دعا بکنید. الله به ما نصیب بکن که به مادر و پدرمان خدمت کننده باشیم و همیشه در حقشان دعاگو باشیم و در جنت ما و زن و فرزند و پدر مادرمان را، خواهر و برادرمان را یک جا جمعمان بگردانی. یا الله برحمتک یا ارحم الراحمین.